واسطی اینجی طرف جزیره کمتر است. تازه یک جبرایی بعد خوب میشه و خوب است اینجا. بسم الله. انشاءالله امروز 7 اکتبر روز دوشنبه سفر بر طرفی اینجا شهر طائف باز قرار دارم در مکه مکرمه. مایده انشاءالله سفر داریم به شهر طائف انشاءالله. این گسنیچه یک مهمانخانه اینفینیتی است. گسنیچه بهترین کلون ترکان مایده سفر میکنیم انشاءالله طرف طائف. خوب است در مسکو چی در تاجیکستان چی خبر اینا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب چادر است خوراکتون خوب هستن. خدا خیرتان شه. انشاءالله مایده تماشا رفته سی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. خواهش میکنم لایکات رو مونه که اوزان بسیارتا تماشا کنه طرف شهر طائف طرفی جایهای مقدس انشاءالله. خط تیز میانی ماشینی. علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله در حق همه دعاگو هستیم. دوستان عزیز در روی همون سکران دبور میزنیم خودش لایک میشه و مردم میدونن. مردمی که بعد افیر تماشا کرده بعد همون یا لایک میشنیم تماشا کنیم برادرها. این لیچه من هر روز میبینید. یعنی تونلاش هم در اتوبوس مردم بسیار هم در اینجا. اتوبوس قطعی رفته ایستادیم. شرکت اتوبوس میره اخجان با پول حرام میگردی بدبخت. محمود یوسف خداوند هدایتت کنه. خدای خونه خداوند گپی بد نمیگم. شهر طائف رفته استیم. شهری که پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم سانسور کرده بودن. حالت دعوت برای اسلام رفته بود. متاسفانه نه بعضی نیم خیلی محمد یوسف برین بنام محمد یوسف دو تا نام پیغمبر گرفتگیه اما متاسفانه دلش غرض است. خدا هدایتش کنه. در خانه خدا دعا میکنم اکجان خدا سفر نکنه. سلامت باشه برادرها. 70 نفره التماس لایک کنید تا بچه‌ها بیشتر بدرن. الحمدلله. این درنی که هاش همه پستی همون تونیل شدیم. با شرکت زمزم البته با شرکت زمزم. این همین رقماش در پایین نوشتگی ذکر کرده گیان. در همه دعاگاه هستم دوستان. کدمین مخیبی این همین ماه انشاءالله سفر داریم. این همین ماه 15 تا 18 15 تا 18 سفر است. اینم رقم 915 442 1673. بله کعبه 100 کیلومتر. اهمیت نمیتونی داغ شده دوام میکنی. ولی در نیت میلوس مینا آخری ماه چیه؟ 15 تا 18 رئیسه کدمت میای انشاءالله $1200 مرحمت باشه. سلام علیکم بابا جان. سفر بخیر باشه بابانم برحق انشاءالله در حق همه دعا کنیم. سال دیگه نصیب خداوند عمر تدراز کنه. سال دیگه با آرزوهای نکت برسوند برادر. لیون بهادر حسن و سلامت باشه. اینجا شهر مکه سید ابرار نه خب 1400 بخروکش ما حرکت داریم که بخروکه بگیریم. بسیار
خیلی با $1200 میگم یگان سومک سکیت میشه که چقدر اک نمیدونم اما خود صحبت میکنیم. علیکم سلام و رحمت. ان شاء الله برادران خواهش میکنم در اکران دو تا کلیپ رو بزنید لایک میشه تو بچه‌ها بسیار دارن شهر طایف رو تماشا کنن. ای تاجیکستان ازبکستان چه میبرن نمیدونم زنگ شده ای مسکو میدونم که میبرن در رقم واتساپ های من در مکه و مدینه بودم اما این شهر رو ما نرفته بودم طور نبود. نه شرکت زمزم میگیره هر یک حاجی را از حساب خچون شهر طایف میبره جای زیارتگاه در مکه و مدینه میبره. نه حساب خودشونه یعنی حساب شرکت البته میبره. مهم نیست اگر زندگی جایی همین زگران پاسپورت داشته باشه مسکو میبرن. با خدا یا پاورود موارد زدگی ها چکومینن یا چخیت حکا مخته میشه بارو بچان یا 118,000 یا 111,000 هم قیم میشه بارو بول یا 108,000 میشه و هم خیلی خوب. دوستان عزیز این 200 نفر قریب 26 لایک زیادتر مونی بچه‌ها بسیار تماشا کنن شهر را. برای چی من چی میکنم که همون شما تماشا کنید جای مقدسه. این زمین ها در حقیقت جای مقدسه زمین های مقدسه. مهدیه السلام علیکم بابا جون در حق ما غریب دعا کنید خداوند هر کدام ما به خانه خودش هستن آمین انشالله. اونتور کتی رفته بودم آبشی چند سوم در کار برای رفته آمدن هم 150 سوم آجان مشهور که هست که این مکه تا مدینه طایف مقصد با به یگان شرکت بریم. خطان میایه با واسطه دیگه شرکت و برادرها نه قریبه شرکت ها هستن مثل میگیم آخه نوازم اینجا من شما را نامش موندم 915 442 1673 چیشون در چی است آفیسشون در پراسپیک میر مغازین زمزم مارکت پیش مسجد است. ایشونی باشی با چی بگم نه ولی در این مکه ولی برو مده استیمینه باشی ایوال لیونار سبزان این برادر 300 نفره خواهش میکنم در اون اکران دو بارم تزنی لایک میشه تا مردم بسیارتر برن تماشا کنن شهر مقدسه. ولی در این مکه مایده طرف طایف رفته استیم انشالله. در حق همدو خیر روی خدا خیرتون دید. واجه مقصد خودمان گرفتنیم مقصد یگون رنگی مسکو هست تا کجا ترانسپورت ولی ترانسپورت ها هستن برادر اشتابی ترانسپورت باشه مکه با واسطه طایف بگذاری مدینه برای خیلی نیست. طایف دل جای مکه دل جای خیلی اون تاکسی همیشه از نمیمتش میکنی میبره تو طایف ای طایف بعد میگیرد میبره تو مدینه. باشه خداوند ایدال میکنه گرمه تا 40 گرادوس گرمه میرای طایفه شهری طایفه امان الله
کجای یا رسول الله امان الله امان الله روحم یا این همی زمین автобусамон нимат кардем дырнша пури одам кардагим гирифта рафтаистем 500 риолш метем 500 риолш $100 $170 меша бигем $150 додагим мебараму тоиф 100 километр макка мебараму зиёратгоҳҳо масҷиди ҳазрати аббос мақсад боғи бигем ҳазрати адос баъд меем бозороша тамошо мекунем баъд меем иншоалло дар ҳаққи мо дуо дар ҳаққи ҳама дуо ҳастем иншоалло казмед рафтани 915 442 16 замзам марки یعنی کمی شرکت زمزم نمی زمزنی اکه حسن 15 تا 18 رئیسه دوستان شهری طایف شما را حرکت کنیم شهری طایف شهری است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت به اسلام را اما جاهلان همون زمان خودش سنگسار کردن سر روی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خونسار کردن انم شهر انشالله شاروخ شهر یادش نه یوتیوب داده یه فیلم در یوتیوب 100 کیلومتر سلام علیکم مردم توجیهی با پستی خدا و با کمک مردم آدرها زنی که در دوران ترکستان کار دیدی ای خدا هدایت کنه اکبر السلام علیکم مکه در حق ما دعاگو هستم ایمان مستقیم انشاءالله پدر حق همه دعاگو هستم شما نیز در حق ما دعاگو باشیم مقصد از این نیست که ما در اینجا باشیم تنها دعا کنیم نه از تحت در همه جای باشه در حق همدیگر دعا باشیم خب آخر که در خانه خود غیبت دوست نمیدارم آخر پلیتیکی زیدی حکومتی قوری بالای پد را خمی کاریخته که ما یا بلوگ گیریم بیان ده هم جفت میکشند میزونه میکشی خدا هدایت کنه یه بزرگ ضعیفی با اون خاطر میگم یوسف برادر که آخی با وجود جو پلیتیکا جو میدونن ده هم جو مینویسند که زیونه میکشیده باشن بخدا هر چه چور میکردم ما در خونه خودم از قیامت گپ زدیم یا ای وظیفه و کریسلا گپ زدیم یا غیبتشون نکنیم در خونه خودم گناه بگیریم نیستویتن اکه السلام علیکم السلام و رحمت خدا خیر کنه سوز است اینجا الحمدلله سوز در مکه و مدینه در هر یک قدم یا مسجد این یا مسجد مدید مسجد هر یک قدم یا مسجد است دوستان مسجد خیلی بسیاره انشاءالله در حق همه دعاگو هستیم اینه چور نیشو کارم رفتن هرچه چور نکردن یا کوری دیگه ندارن علیکم السلام و رحمت الله و برکاته های میگفتن که اگر برادر در حق ما دعا کنم دعا میکردم شیشتی هم پلیتیکا چون نویسیسی بری گوش نمیده اینه برامد چیه شهری مکه دوستان اینجا برامد چیه اینجا حتی در زفرفگاهاش هم مسجد ساز میکنن مثلا میگم آدم زفرفگاه راست میکنن بعضی زفرفگاه اینجا مثلا گب رنگ خرمون نیست هم یا بنزین فروش یا بنزین فروشه تمام وقتی که زفرفگاه راست میکنن در جای آفتا سرویس راست میکنن بالون فروشی مسئله فروشی هم تا قطور همش همی
مثال میگیم اگر 2 سوتیق زمین هم بگیرم 2 سوتیق پول نیپر میکنم، بعد 10 پاره گشت مسجد درست میکنه، 10 پاره گشت خوابگاه درست میکنه. البته که با پول بغیر مسجد همش پلاکه، مسجد بی پلاک داره، خونه و توالت او خوراکش میشه برادر، مگر هم بود شواتی بیایم خوراکش میشه انشالله. این اگه زفرافگاه ببینید، این هم با مسجد و رفتش همین گنبز دوره میبینی مسجد. سلام علیکم برادر خلیل ای تاجیکستان. حج عمره راستش نمیدونم، همین 1673 از زمزم برادر جون آزادی. این وقتی اومد کی باشه سلمان چون چی خالی خواه آزادی با مردم تاجیک از کلی چون چی آخین همی را به خدا هدایتان کنه برید ایزان نمیکشه همون در همه جایی که خونه خدا را ما نشون داده سودم شما و خیزه چون چی نیسته سوده خدا هدایتان کنه. من در خونه خدام نمیپرم گفت بعد بگم یکم کسا برای که یارم خچونم مسلمان میگن همی چون دارن اونو اشور اونو اقبالازی بود کی بود بایش اونو با اینی سلمان ایسیس خچون مسلمان میگن من گفی بهتون نمیگم در خونه خدایه و هم قلبم خدا هدایتان کنه سر جوانو را زیر نه. اما آدم باید از خواجگی خودش سر کنه، از خواجگی ختون یعنی ایدرنی ختون سر کنه اصلاح کنی اول. برای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین شهر مقدس مکه به امر الله گفت که اول ای محمد از چی ای خانه خود روی مال پوشی و سطر پوشی اصلاح کنی از سر کن. خواجگی ختون پر از جزیر اونو کلنی چنون داشته که غیبت نشون یک ساق بگیریم کلنی کبیری بومده یوتیوب پر کرم جزیر کرده خواجگی ختون رو خپی بعد ای جهر چی بنویسی نمیفران گپ بهتون کنم ایده میکرد چی یه جای خیلی پلیتیک نیست زونه میکشه در حق همه دو انشالله پروردگار به فرزندان را فرزند یا قرض آزاد درمانده را شفای کامل شخصی که آرزوی نیک دارن پروردگار به آرزوی نیک شما رسون. انشالله اسفالت لن چه انشالله. سلام علیکم وقت آخر ما دو گوشیم افیریمون برا مود برا غیبت کردیسته میگه غیبت نشه آخه نه من یاد شو دلیت کردم که جوشید همی استرانیک نوشته که چی کم ده چه دلیت کردم یک بار نوشته من یک جواب خوب شو گفتم که شما هر چی نوشته سوده حکومت مقصد اول ای خواجگی خودتون اصلاح کنه سر کنه همین خواه گفتم همین خواه گفتم شو گوش کرده سودیان غیبت ای پس یادم گاه میزنه من درو شوک تیزم گام جا من نوشته سودیان چون فقط هم گپی من میفهمه نوشتگی رو نمیخونه چی نوشته نوزی ای تماشا کنی بیا گپ جنگ نکنیم انشالله امان امان اینترنت جزیر چی دسته آخر راه دارن انشالله در همه دولو هستیم دوستان راه های اینترنت جزیر میشه گو دوستان اینجا شهر راهی بین مکه مکرمه و شهر طائف اما اهمیت نمیدیم انشالله در همه دو هستیم. الله بله راه شهر طائف اینجا برادر یکی اینترنت چسبید بخشش که اینجا ای شهر مکه برمده
اینترنت کم کم چسبیده است برادران. اگر اینترنت من خاموشی دوستان، اگر خاموشتمش در طایف که رسیدم انشالله با افیر میکنم تماشا کنید. بعد اگر که من افیر خاموش کردم در صلاحهای امین افیر نمرای زمزم عمره را میمونم شام شرکت یا که در کامنتاریش بعد زنگ زنی که خدمت اومدنی بی علیکم السلام و رحمت الله. التماس اینترنت صاف نکنید تک تک مورد انشالله میسر نکنم میبرم میسر برادران. اینترنت چسبیده شده میسر میبرم دعاگو در حق همه شما هستم، در حق همه شما نیز دعاگو باشه. در طایف رفتم انشالله با افیر میکنم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله.